سلام، من نیما عوضی هستم و با درسی از نکات کلیدی ستار میخوام امروز باهاتون همراه باشم و چند تا نکته درباره دست راست ستار نوازها میخوام بهتون بگم. چیزی که توی این سالها تجربه که داشتم توی تدریسم این بوده که خیلی از بچه‌ها نوع مضراب‌هاشون، زاویه مضراب‌هاشون و یه سری ایرادهایی در دست راستشون دارن که باید اینها رو اصلاح بکنن تا صدای پخته تری داشته باشن. خیلی از هنرجوها میتونن ساز بزنن، میتونن قواعد خوبی داشته باشن، میتونن هر ملودی که بخوام بزنن، اما هیچ وقت صدای پخته ای از سازشون در نمیاد. یکی از مهمترین داستان‌هایی که هست فرم خود ناخونه و زاویه ناخونه و حالا نوع انگشت گذاری ها و یه سری چیزای دیگه، ولی ما امروز فعلا فقط میخوایم روی دست راستمون کار بکنیم و زاویه گرفتن و فرم سازمون رو میخوایم بیشتر روش کار بکنیم. اولین چیزی که خیلی برام مهمه که میخوام بدونین اینه که ببینید خیلی وقتا بچه‌ها سازشون رو به بالا میگیرن که بتونن روی پرده ها رو ببینن، یا حالا زاویه سازشون رو به بالا میگیرن که بتونن سیم ها رو ببینن. نکته‌ای که هست که خیلی مهمه، ببین ما پامون باید روی پا باشه. وقتی که این اتفاق میفته ساز ما یه خورده میاد بالاتر و ساز رو میتونیم توی شیب پا بهتر جا بدیم. وقتی که این اتفاق میفته و از پشت ساز به پهلومون میچسبه، ما به کمک فقط مچ دستمون میتونیم یاد بگیریم که سازمون رو نگه داریم، یا به کمک این سه تا قسمت سازمون رو خوب نگه داریم. یه چیزی که خیلی مهمه در نوازندگی ستار اینه که خیلی وقتا بچه‌ها وزن رو میندازن روی این دست. این دست توانایی اینو نداره که هم سازتون رو نگه داره هم حرکت بکنه. ما بین اساتید یه سری میگن 100% وزن مال اینه، یه سری میگن 80-85% وزن مال دست راسته و 20-25% یا صفر از وزن ساز مال اینه. من خودم معمولا تو نوازندگیم خیلی کم وزن رو روی دست چپم میذارم. نکته‌ای که هست اینه که سازتون یه قسمت تختی زیرش داره که ترکیه اول سازمون میشه که کاملا میچسبه روی ران پا، از پشت میچسبه به پهلو، دستمون کاملا میاد روی ساز. خیلی وقتا بچه‌ها موقعی که اینو میگیرن آرنج رو جمع میکنن و مچ دستشون تا میشه. این اشتباهه، هیچ وقت اجازه نداریم. ما توی این زاویه هیچ وقت مضراب خوبی نمیتونیم بزنیم، به خاطر کشی که در دستمون ایجاد میشه هیچ وقت اجازه نمیده بهمون راحت این کار بکنیم. اما تو حالت صاف دست ما هر چقدر که بخواد رها و راحت حرکت میکنه. من یه آتل درست میکنم برای بچه‌ها. معمولا این 4 تا انگشت ما به هم بسته میشه. یه چسب بردارید، یه کش به این 4 تا ببندید که این 4 تا از هم جدا نشه. و اینکه خیلی وقتا بچه‌ها موقعی که مضراب میزنن این انگشت باز میشه. این کار اشتباهیه. این انگشت ما فقط به سمت داخل میاد. موقعی که ضربه میزنیم فقط از بند 2 و بالایی، یعنی بندی که به کف دست وصل میشه، فقط همین 2 تا بند تکون میخوره. بند اولمون که نوک انگشتمون یا حالا بند ناخونمون هستش، اون فقط حالت فنری داره و به قدری دست توی دست شل و نرمه که کاملا رها پرتابش که میکنیم اون شدت ضربه رو لطافت بند اول خنثی میکنه، فقط باعث میشه که اون صدا خشنه رو یه ذره لطیف‌تر بکنه. حالا چی کار میکنیم؟ ما موقعی که سازمون رو میخوایم بذاریم دستمون روی ساز، ببین دست ما خیلی وقتا بچه‌ها بندها رو از کف دست صاف میکنن و از بندهای دوم تاش میکنن. این اشتباهه. دست ما یک حالت خونه مانند میشه کاملا که این شکلی میاد میشینه روی ستار. شست ما کاملا میچسبه به ساز و دستمون توی زاویه کاملا صافی. یه ذره آرنج رو بازتر میکنیم که دست اینجا بشینه. تو هر ساز یه سوراخ بزرگ دارن، یه سوراخ مرکزی دارن که اون سوراخ بهترین منطقه صدادهی سازه. خیلی وقتا بچه‌ها خیلی نزدیک خرکن یا خیلی جلوترن. اگه اطراف اون سوراخ بزرگ ساز بزنیم خیلی صدای بهتری میده. نکته بعدی که خیلی وقتا بچه‌ها سوال میپرسن اینه که ما موقعی که ضربه میزنیم گوشت دستمون هم میخوره. بچه‌ها باید گوشت دستتون بخوره. ما از عمد دستمون رو یه کمی به بغل میخوابونیم، یعنی به سمت به روی شست میخوابونیم، طوری که انگار میخوایم یه انگشت کوچیکه رو بلند کنیم چون قدش کوتاه‌تره ممکن نرسه. از عمد به بغل میاریم که قسمت سمت شست ناخون و گوشت ناخونمون بهش بخوره، که حالا باز اون براتون از نزدیک ویدیو میگیرم و بهتون میگم. موقعی که داریم ضربه میزنیم یه بخشی از گوشت دست و یه بخشی از ناخون ضربه میزنه و وقتی که به سیم 1 میزنیم مقداری به سیم 2 میخوره، به سیم 2 میزنیم مقداری به 3 میخوره و 3 و 4 رو که میزنیم دیگه بالاترش جایی نداریم که بخوایم ضربه بزنیم. که مضراب راست و چپ و در این سیم ها وقتی تمرین میکنیم خیلی باید شل و نرم باشه که صدای تمیز و دقیقی بده. پس سازمون رو به کمک دست راست نگه میداریم،
دست چپمون رو کاری نداریم، مضراب راست و چپ رو تو سیم اول دوم و بم تمرینش میدیم تا فرم دستمون درست شه و یک صدای پخته‌ای رو به دست بیاریم. خب نکته‌ای که خیلی وقتا توی نوازندگی بچه‌ها سوال میپرسن که زاویه ناخن ما باید چی باشه. ببینید بچه‌ها، زاویه ناخن شما خیلی وقتا سلیقه‌ایه. گاهی بعضی از اساتید ناخن تیزی دارن که با وسط میزنن، گاهی خیلی از اساتید ناخناشون رو یک طرفش رو بلندتر میکنن. یه نکته دیگه، برای اینکه بفهمید که اندازه ناخنتون کجا خوبه و چه اندازه‌ایه، دستتون رو از پشت نگاه کنید. این ناخن باید فقط از گوشت دست کمی بالاتر باشه. این یعنی زاویه ناخن شما اندازه است و درسته. من خودم زاویه ناخنم رو ترجیح میدم که لبه سمت شستش یه حالت مربعی و گوشه دار باشه که یه عکس دقیقی ازش براتون میذارم که با اون قسمت میزنم. موقعی که میخوام سازم رو بگیرم، این قسمت سازمون رو که اگه نگاه کنید گفتم روی پا میشینه، شست رو کامل میخوابونم اینجا، اجازه نداریم بلند کنیم. ببین دست که به بغل میخوابه، این نکته خیلی مهمه، انگار که اینجا پهنای دستتون رو همیشه باید حواستون باشه و ببینید. چرا این کار میکنم؟ ببین من اگر اینجوری بزنم دارم با قسمت زیر ناخونم میزنم و میکنم سیم رو، این اتفاق غلطه. من باید اینو بخوابونم به بغل، یه بخشی از گوشت دست و یه بخشی از ناخونم ضربه رو بزنه. ببینید این فرم درسته ضربه زدن مضرابمونه. نکته‌ای که توی این حالت هست اینه که ببین دست ما اجازه نداره باز بشه، انگشتمون از بند تا نمیشه. اگه از بند تاشه این اتفاق میفته، این غلطه. دست از بالا بدون اینکه اینها تا بشن از خود بند، ببین توی همین زاویه این دوتا آزادن، از بالا پرتاب میشه به سمت داخل، انگار که میخواید دستتون رو جمع بکنید به سمت داخل، همون حالت، ولی یه بخشی گوشت دست و یه بخشی ناخن. پس این میشه فرم درست مضراب زدن که به سیم اول میزنیم به 2 میخوره، 2 به 3 میخوره، جفت بال. یه نکته دیگه، خیلی وقتا بچه‌ها از بالا میگیرن، اگر این اتفاق بیفته باز همون کاری که گفتم، فرم دستتون به هم میریزه و مجبورید بند رو تا کنید و سیم رو بکنید. این غلطه. دست کاملا صافه تو زاویه دقیقش، مضراب که میزنید پرتاب میشه، رهاش کنید، نگران هیچ چیزی نباشید و مضراب که میزنید تمام تلاشتون رو بکنید که دست چپتون هیچ فشاری روش نباشه اصلا، یا دستتون رو آویزون کنید. مضراب راست و چپ رو روزی چند دقیقه تمرین بکنید تا فرمش رو یاد بگیرید و این بندتون باید کاملا لق بزنه. وقتی که ضربه میزنید کاملا شله، هیچ فشاری روش نیست و دستمون تو هیچ فشاری نیست، انگشت کناریش هم آزاده که هر جور که دلش میخواد حرکت بکنه که مزاحم انگشت اشاره‌مون نشه. تا ویدیو بعدی